سلام خدمت مهندسای عزیز. خازن الکترولیتی در مدارهای الکترونیکی خرابی بسیار بالایی داره و با مولتیمتر تست صحیحش رو نمیتونیم انجام بدیم. بریم که روش تست صحیحش رو با هم انجام بدیم. دقت کنید. این خازن 25 ولت 470 میکروفاراد هستش. برای تستش همیشه به وسیله لامپ تست یا یه دونه مقاومت وات بالا دو سر خازن رو اتصال کوتاه کنید. دقت کنید. مقدار ولتاژی که توی ذخیره شده من تخلیه کردم. خب بریم به وسیله یه دونه مولتیمتر ظرفیت خازن اندازه‌گیری کنیم. ببینیم چه ظرفیتی به ما نشون میده. خب ظرفیتی که به ما نشون داد تقریبا 300 و 400 میکروفاراد هستش. من هیچ وقت پیشنهاد نمیدم شما برای تست خازن از مولتیمتر استفاده کنید. چرا؟ چون مولتیمترها با اعمال ولتاژ دیسی دو سر خازن ظرفیت اون رو اندازه‌گیری میکنن. پس تست صحیحی نیستش. بهتره که با LCR متر کار کنیم. خب بریم که روش تستش هم با LCR متر ببینیم. خب روش تست خازن به وسیله LCR متر. دقت کنید ظرفیت خازن رو تقریبا به ما 459 میکروفاراد داره نشون میده. ESI همون مقاومت داخلی خازن تقریبا 0.3 اوم در به شما نشون میده که هر چقدر به 0 اوم نزدیکتر باشه شما خازن با کیفیت تری داری. دقت کنید یه پارامتر دیگه که برای اندازه‌گیری خازن مهم هستش دیسپلین فاکتوری، کوالیتی فاکتوری، زاویه تته شما هستش. زاویه تته شما هر چقدر این زاویه به منفی 90 درجه نزدیکتر باشه تته شما خازن با کیفیت ایدئال تری داری. اینا روش هایی بود که برای تست صحیح خازن به وسیله LCR متر اندازه‌گیری میشه. دقت کنید هر چقدر DP شما یا همون دیسپلین فاکتوری شما کم باشه و هر چقدر کوالیتی شما بالاتر باشه و ESR شما کم باشه شما خازن با کیفیت ایدئال تری داری. این روش تست خازن به وسیله LCR متر بود. موفق باشید.